دنیا هم رفت. استاد اگه تو دلت بخونی ما بیشتر لذت میبریم. کی گوزیده تو گلوت؟ وای وای بابا ریدی تو کله مردم که. میخوام بدونم پسر تو این ویدیو رو مگه ندیدی؟ چرا گذاشتیش تو این اینستاگرام؟ حالا چند سالش بود؟ چند سالش شد؟ بابا تو که دیدی این معلوم نیست. تو که دیدی چرا؟ تو که دیدی ریدی. سلام نوکرتم سبت بخیر. خیلی خوش اومدیم به کانال مرد. امروز چه خبره مریم؟ امروز اکسپلور گردی داریم. میخوایم بشینیم بگنیم یه 4 5 تا 10 تا ویدیوهای معروف اینستاگرام. معروف که نه، ویوهای زیادی خوردن. ببینیم چرا ویوهای زیادی خوردن آخه. یه ذره بخندیم، دور هم کیف کنیم، تحلیل و بررسیشون کنیم. آماده این؟ 100%. پس برو که بریم. بزن بابا. بریم. بریم واسه ویدیو اول. بفرمایید. بیا در بزنیم یاد کردی ریتم و بازم حال من زنها رو چرا زدی؟ این شانس منه. ببین این اومد پسره رو بذاره جا خالی داد خورد بزن. این شانس منه. میگه وقتی موقع اسباب کشی بابام میگه کارگر نمیخواد خودمون وسیله رو میبریم. حله؟ نگاه کن. گردنش بود. اون گردن دیگه واسه این گردن نمیشه. اون رفت دیگه رفت. وای. اون با موب رفت کلا. دردم اومد. چرا رو گردنش داشت میبرد؟ وای. چرا ضعیفه رو انداختید پایین؟ شاید قویشون این بوده محمد. شایدم پرزورشون این بوده. سلام خانم جعفری، من میخوام با سطح وضو بگیرم. اولین کاری میکنیم نیت، بعدش میکنیم شیر آب و خیلی کم اینو ساختگی. وا میکنیم، دستامون رو میشونیم، این دابسمش از اون بعدش از ویدیو دست اصلیه. راست میریزیم به صورتمون، بعدش از دست چپ آره. میکشیم به دست راست، بعدش از دست راست میکشیم به دست چپ، بعدش از دست راست میکشیم به مثانه. چیه تو برو. ای وای. این دابسمش بود از اون ویدیو اصلیه شو دیدی چجوریه؟ ولی هم از اون بهتر. خیلی قشنگ بازی کرد دختر، خیلی قشنگ خیلی بازی لوک کرد. داشت. تو هم تو بچگیت مدرسه میرفتی اینجوری بودی؟ لوک داشتم. نه من تخصاش بودم. تخصاش بود. آره. این بنده خدا رفته آرشگاه گفته این شکل رو برام روی موام در بیار. حتما. تو هر دستی هست، توی هر رابطه یه درسی هست. زندگی کم دره نداشت تو دستمون. وای وای. بابا ریدی تو کله مردم که. مرد حسابی این چه گندیه زدی؟ این چه کوفتی بود. این چه آشغالیه؟ این چه کاری کردی؟ اون بچه تابت افسرده است. ببین این کارما نبود، حضرت ابوالفضل زد از بابا کمرش. چرا این کارو میکنید با مردم؟ ما اونو ولش کن، نگاه کن انگار یه دونه مثلا پسره که یعنی پشت مو نگه می‌داشتن. اون یه تیکه موش که مونده رو ببین. این مدل این قدیم. چیه کوفتیه؟ لعنت به مرد. وای. علیزیا رو که میشناسی، قبلا توی شبکه، حالا نمیم کدوم شبکه، توی صدا سیما یه برنامه داشته، یه مهمونی دعوت میکنه، برعکس میخواد بره توی آکواریوم.
خب حالا نگاه کنیم چجوری رکورد رو میزنه. اینکه این زمان برامون مهمه، سریعتر اومدیم که بتونیم این رکورد رو ثبت کنیم و علی قرار متن انگلیسیش برامون بخونه. هر موقع شروع میشه رکورد به ما بگین. شروع شد. همون نفس لحظه گرفت اول همین الان رفت. شروع کرد. ماشاءالله. رکورد قبلی چقدر شما در جریان؟ رکورد قبلی 4 دقیقه و 29 ثانیه. 4 دقیقه و 29 ثانیه. 4 دقیقه و 33 ثانیه زده. ببین من همین اول کار احساس میکنم طرف داره حالش بد میشه. فقط نگاه کن. اومده که 4 دقیقه و 33 ثانیه خودش رو ایشالله. ارتقا بده و بتونه انشالله رکوردش رو دست نیافتنی بکنه. ایشالله 2 دقیقه و 30 ثانیه گذشت و قراره 2 دقیقه دیگه حداقل این اتفاق داره حالش بد بیفته میشه. و آقا میخوای بکشیش بیرون؟ جون علی میخوای بکشیش بیرون؟ یارو مرد انگار اصلا. میگم میخوای بکشیش بیرون؟ نه بکشیش بیرون. من میگه ببینیم چیکار میکنه. انتر چیکار بکشیش بیرون بابا بکش بیرون احمق. بکشیش بیرون. بچه‌ها بخشی ببینیم. نوچ کرده تو آب. این هنوز میگه وایس ببینیم چیکار میکنه. لعنت یارو مرد. بکشش بیرون. چیکار کنه؟ میخواد بکشه سر قبر تو. انتر برقی. وای وای دندونا شما محمد. فقط خندیدن این عوضی رو نگاه کن. این همیشه اینو با این کارا رو میکنه. دیگه یاد گرفتن. اولش اینا رو مینداخت زیر مشت و لگد دیگه. چه کاری بود؟ 16 1403 زهرا پیری هستم، متولد 21 آذر 1357، صادره از تهران، نه دهات و روستا. روستایی ها رو بدم میاد، کوچه ها رو بدم میاد. عشقم رو دوست دارم، خودم رو دوست دارم. خدایا توی وای آهنگ هایده است. میخواستیم مثل روزا نبینیم. وای یه بار دیگه میذارم کامنتاشو نگاه کن فقط. هایده از اون دنیا هم رفت. اولش داشتی خدا رو از خود دیده. استاد اگه تو دلت بخونی ما بیشتر لذت میبریم. وای صدات یه آرامش خاصی رو از آدم میگیره. کی گوزیده تو گلوت؟ آخ چرا این کارو میکنید آخه؟ بابا مگه مجبوری؟ خب الان چند سالشه؟ تبلیغ بنزین بود. رفت. نشه خب هر سال میتونی این ویدیو استفاده کنی. خانه سنشه که خاموش میکنه. میخوام بدونم پسر تو این ویدیو رو مگه ندیدی؟ چرا گذاشتیش تو این اینستاگرام؟ حالا چند سالش بود؟ چند سالش شد؟ بابا تو که دیدی این معلوم نیست. تو که دیدی. چرا؟ تو که دیدی ریدی. من فقط میخوام اون مهندسی که اینجا رو طراحی کرده گیر بیارم. ببین اینجا 2 تا در داره. خب این در رو که باز میکنی خب در بیرون به کوچه باز میشه. این یه در. حالا یه در دیگه هم اینجا هست. این در رو که باز میکنی به تو هم باز میشه. دستشوی درست کردی بیرون. دستشوی باز میشه. خب حالا جای جا نمیشینه که اگه
شده تو یا در رو بستی دیگه نمیتونی بری چرا امنیت دستشویش بیشتر از من اونه؟ در بزنی یکی پشت باز کنه، یعنی اگه کسی نبود تو دستشویی خاره آخه تبایی من نمیفهمم تو موازی این در گذاشتی بعد بیرون از این نگاه آره کن دیگه آره چرا خب مرد حسابی نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشد. ویدیو تموم شد عزیزم. بله رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. کانال ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، حتما یادتون نره کامنت برامون بذارید، نظرات، انتقاد، پیشنهادات فلان بسار از این صحبت ها. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید تا درودی دیگر. خدافظ.